کارلوس کیروش جایگزین بوژوویچ می‌شود. به گزارش بتا اسپورت، کارلوس کیروش یکی از گزینه‌های هلدینگ خلیج فارس برای هدایت استقلال در فصل آینده است. ماتزاری و فرهاد مجیدی نیز جزو گزینه‌های آبی‌ها برای نیمکت خود هستند. احمد نور و زمزمه بازگشت به پرسپولیس. باشگاه پرسپولیس به دنبال جذب احمد نوراللهی است و مذاکرات با این بازیکن را آغاز کرده است. استقلال به دنبال جذب رزاقی-نیا. باشگاه استقلال به دنبال جذب امیر محمد رزاقی-نیا، هافک 18 ساله گلگهر است و احتمالاً این بازیکن فصل بعد راهی استقلال شود. 2 میلیون دلار برای محمد قربانی. محمد قربانی یکی از گزینه‌های باشگاه پرسپولیس برای تقویت خط هافبک خود است و الوقت امارات مبلغ رضایتنامه او را 2 میلیون دلار اعلام کرده است. مسعود جمعه از استقلال جدا می‌شود. خبر می‌رسد باشگاه استقلال از عملکرد جمعه راضی نیست و مسعود جمعه اولین خروجی استقلال در پایان فصل خواهد بود. بتا اسپورت، بی‌نهایت در ورزش.